بچه واقعا این همه گزینه 3 میاد، واقعا عیارتون خیلی بالاه. بذار ببینم. نرگس اولین جوابو داده، بعد کردبوی، بعد حنا دختری در مزرعه، آیات، مبین، نازنین، سید احمد رضا، پرنیان، اکبر، پریما، محمد امین. بچه گزینه 3 دمتون گرم. اونایی که حل نکردن قشنگ دقت بکنن. خب بچه‌ای که حل نکردن دقت بکنید. سوالمون دوباره داره مؤلفه اول و خروجی هایی غیر یکسان داره، x منهای 2y و منفی 7 رو داره. پس من میام میگم که x منهای 2y مساوی چقدر؟ منفی 7. یه بار دیگه توی 9 این شرایط رو میبینم. 9 یکسان، خروجی ها هم باید یکسان باشه، یعنی x به علاوه y مساوی 5 باید باشه. x به علاوه y مساوی 5 باشه. دو حالت میتونی انجام بدی. پایینی رو ضرب در منفی 1 بکنی که x قرینه بشه، یا پایینی رو ضرب در 2 بکنی که منفی 2 با 2y قرینه بشه. هر کدوم که دلت میخواد. من مثلا 2y رو میخوام حذف بکنم، فرقی نداره، هر کدوم که دلت میخواد. بالا همون ثابت خودش میمونه. پایینی ضرب در 2 بشه میشه 2x، 2 ضرب در y میشه 2y، 2 ضرب در 5 هم میشه 10. حالا چرا ضرب در 2 کردم؟ چون این 2 ضرب در y بشه میشه 2y، با بالایی قرینه میشه. قرینه بشه چیکار میتونم بکنم؟ میتونم حذفش بکنم. این دوتا میشه 3x، 10 با منفی 7 هم میشه 3. از اینجا متوجه میشم x من مقدارش 1. آقا وقتی x من مقدارش 1 شد چیکار باید بکنم؟ میام یه استار میزنم، میگم من از تو قراره اینجا استفاده بکنم، از این استاره ادامه میدم. x هم چی بود؟ 1 بود. 1 به علاوه y مساوی 5. چی به علاوه چی میشه؟ 1 به علاوه چی میشه؟ 5. با 4 جمع بشه، پس y هم مقدارش 4. خب در ادامه سوال گفته که مقدار x2 به علاوه y2 چند برابر اینه، یعنی x2 به علاوه y2 تقسیم بر منفی x منهای 4y چقدر میشه؟ خب x من مقدارش 1 به توان 2 میشه همون 1 به علاوه y من مقدارش 4 به توان 2 میشه 16. پایین منفی x هم 1 بود، پشتش منفی میشه منفی 1 منهای 4 ضرب در y هم 4 ضرب در 4 میشه 16، پشتش منهای 16. صورت میشه 17، مخرج میشه منفی 17. دو تا شیء یکسان میشه 1 مثبت بر منفی میشه منفی، میشه گزینه 3. واقعا دمتون گرم، واقعا دمتون گرم، واقعا دمتون گرم. پیمان، محمد امین، پارسا گزینه 1. پارسا چرا گزینه 1؟ پارسا دقت کردی اینو؟ پارسا یاد گرفتی اینو؟